این تصویر کامل نمیبینین؟ چرا دروغ میگی؟ من اونجا بودم نمیدیدم الان. خب سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجوها و اساتید محترم. خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردین. بچه‌ها خیلی خوشحالم برگشتم به دانشکده زیبا. همیشه دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران برای تمام کسایی که تو ایران کار تجسمی میکنن مثل یه نمیدونم یه چیزی در حد حتی اسطوره راستش هست. یعنی اتفاقایی که توش افتاده از وقتی تأسیس شده، زمان انقلاب، پوسترهایی که اینجا طراحی شده، نمیدونم نقاشی بزرگی که اینجا درس خوندن، بعد الان جزو افتخارات ایرانن. واقعا جای دیگه هم هست حتما دانشکده هنر و دانشگاه هنرم بالاخره حتما هم اینطور. من اونجا در واقع درس خوندم، ولی در واقع که نه اونجا درس خوندم، ولی منظورم این است که حتی منی که اونجا درس خوندم این حس نسبت به دانشکده هنر زیبا دارم، با اینکه دانشکده من نبوده، من توش درس نخوندم. به خصوص حتی وقتی من دانشجو بودم شاید نیمی از وقتم راستش اینجا میگذروندم. خیلی هم سخت بود اون موقع اومدن توی میپرسیدن شما چرا میرین چرا میاین از این حرفا، ولی بالاخره ما اینجا دوستای همکلاسی هنرستانمون چون اینجا قبول شده بودن مثلا باهاشون رفت آمد داشتیم. و الان راستش گاهی وقتا یادم میره مثلا بهترین شاید دوستایی که اغلبشون نقاشن از قضا، کسایی هستن که من همون سالها اینجا باشون آشنا شدم، از تو دانشکده هنر زیبا با هم آشنا شدیم، با هم کار کردیم. البته خب من اون موقع نقاشی میخوندم، طبیعی بود که با بچهای نقاشی مثلا بیشتر ارتباط داشتم. بنابراین دانشکده هنر زیبا خیلی جای عجیب غریبی داره توی هنرهای تجسمی، فارغ از اینکه اصلا بیش از اینکه به این فکر کنیم به عنوان یه مؤسسه آموزشی چه عملکردی داشته. به نظرم همونجور که میگم برای من اینجوری راستش نمیدونم چجوری توضیحش بدم، برای من مثل یه داستان و اسطوره عجیب غریب در هنرهای تجسمی. وقتی یادم میفته چه آدمایی اینجا رفت آمد میکردن، تو این راهروها تو کلاس‌ها بودن، دانشجو بودن، بعد استاد شدن، بعد نمیدونم وارد فضاهای حرفه‌ای کاری شدن بیرون، چه افتخاراتی واسه ایران درست کردن. خیلی هاشون همین الان همه بعضیاشون که هستن و دارن کار میکنن چقدر عجیب غریبن و ما هر جا که میریم حداقل تو این حوزه اگه بخوایم حرف بزنیم میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و افتخار میکنیم که اینا بودن و بخش عمده ایش رو بالاخره دانشکده زیبا به جامعه تجسمی داده. من یه کوچولو هم گفتم رابطم چی بوده. من وقتی دانشگاه قبول شدم که اینجا بودم، صبح تا شب میبودم میشستم با بچه‌ها کار میکردم، رو وقتا سر کلاس حتی میرفتم. بعدش هم سالها گذشت و به دعوت و لطف دوستان و مدیران گروه و اینا ما دعوت شدیم. یک سال فکر کنم یادم نیست چه سالی راستش درست دعوت شدیم که بیام اینجا تدریس بکنیم، که به نظرم خیلی پیشنهاد خوبی بود. آقای ممیز در واقع پیش بینی کرده بودن که چون خودشون بالاخره حال جسمیشون هم خوب نبود، پیش بینی کرده بودن که یه گروه‌های مثلا کمی جوان‌تر رو بیارن و اینا. اون موقع ما جوان بودیم و به نظرم دوره خیلی خیلی خوبی بود، خیلی نتایج جالبی داشت، فضا کمی عوض شده بود و اینا. این هم دومین باری بود که در واقع من اومدم تو دانشگاه زیبا و در واقع بیشترین من تا قبل از اون مثلا تو تمام دانشگاه‌های دیگه به شکل پاره وقت اینا درس میدادن دیگه. از وقتی من دانشگاه تهران تقریبا همه اونا رو به نفع دانشکده زیبا گذاشتم کنار و دیگه اینجا به طور کامل وقتم رو برای تدریس فقط اینجا می‌ذاشتم. خیلی هم خوشحالم. به نظرم بچه‌هایی که اون سال‌ها با ما کار کردن فوق‌العاده بودن. خیلی هاشون رو می‌بینم هنوز دارن کار میکنن یا ممکنه حتی به رشته‌های دیگه رفته باشن، ولی در این حال هنوز به نظرم آدمای درجه یکی هستن و دارن خوب کار میکنن. این همونطور که جناب فدوی گفتن به خاطر فونداسیون خیلی دقیق و برای دانشگاه تهران، چون اولین دانشگاه جدی ایران است،
تمام بخشاش به همین شکل جدی پا گرفته. در نتیجه آقای ممیزم موقعی که داشتن راجع به کلا دپارتمان گرافیک فکر میکردن، طبیعتاً با اون وسواس و جدیتی که داشتن و اینا به همه این موضوعات خیلی دقیق فکر کردن که نتیجهش همین میشه که به نظرم امروز هست. به نظرم گرافیک دیزاین تو ایران با این که هم باز دوباره دانشگاه هنر که اون موقع دانشگاه تزئینی بود، درس خیلی در واقع رشته گرافیک دیزاین به طور دقیق اونجا اول راه اندازی شد، فکر میکنم حتی مستقلا. ولی با این حال به نظر من وجود رشته گرافیک تو دانشکده زیبا باعث شد که جدی گرفته بشه، این ور اون ور حرفش زده بشه، آدمای فارغ التحصیل برن تو جای مختلف کار بکنن، راجع به این رشته حرف بزنن. داریم راجع به سال مثلا 1140 حرف میزنیم که اصلا حتی رشته گرافیک، اسم مثلا طراح گرافیک هم خیلی چیز مشخصی نیست. به هر صورت خیلی مجموع این چیزایی گفتم خواستم بهتون بگم که خیلی ممکنه برای شما مثل دانشگاه است، هر روز پا میشین و آخ دوباره باید برم دانشگاه اینا، ولی اینجا خیلی جای مهمیه راستش. همین که آدم توش راه میره اینا آدم احساس میکنه اینجا مثل اینه که مثلا تو پارتنون راه بره آدم، میدونید، یعنی احساس کنید که چه آدمای اینجا بودن و درس دادن و درس خوندن و سرنوشت ساز بودن. خیلی از این مطلب که بگذاریم، راستش من نمیدونم، فکر کنم 3-4 ماه پیش اینجا بودم، نمیدونم چند تاتون اون لکچر قبلی من دیدین، امیدوارم زیاد نباشه تعداد بچه‌هایی که دیدم، برای اینکه چیزی که امروز بخوام بگم خیلی نزدیک به همونه. حقیقتش این است که من خیلی اعتقاد ندارم به اینکه مثلا ماها مثلا انترتین باید بکنیم آدم‌ها رو. من 1-2 تا حرف کلا بیشتر ندارم بزنم، همونها رو همیشه میزنم. حالا ممکنه شکلش رو عوض کنم یا موضوعات مختلفی باشه، ولی به هر صورت خیلی مگر اینکه آدم توی بخش تخصصی وارد چیزی بشه، سوالات تخصصی پیش بیاد راجع اون حرف میزنیم. ولی نکته من راستش اینجوری است که من فکر میکنم هر هنرمند تجسمی، حالا به طور کلی اگه بگیم حتی معمارا یا همه، یک پروژه واحد و مرکزی باید داشته باشن یا دارن. من احساس میکنم اونایی که موفقن دارن. پروژه مرکزی یعنی اینکه درست شما سفارش میگیرید، الان به عنوان معمار سفارش میگیرید ویلا طراحی کنید یا مجتمع مسکونی طراحی کنید یا مثلا یه مجموعه شهری طراحی بکنید، یا به عنوان گرافیک دیزاینر جلد کتاب دارید یا مجموعه آیدنتیتی برای یه مؤسسه‌ای دارید یا هر چیزی. ولی تو همه اینا در واقع شما یه ایده مرکزی دارید که پروژه خودتونه. بنابراین اینا رو وارد تک تک این سفارش ها میکنید. قاعدتا من فکر کنم درستش اینه، یعنی باید اینطوری باشه. من امروز در واقع دلم میخواد راجع به اونا حرف بزنم، به جای اینکه پروژه هامو مثلا، حالا اگرم رسیدیم اونا رو نشون بدم اشکالم نداره، ولی حتما دیدین دیگه، کارهای منم این برنامه هست بالاخره دیدین. ولی این پروژه برای من راستش به نظرم مهمه. داشتم فکر کردم خب هفته گرافیکه و خوبه که منم بعد عمری اومدم دوباره اینجا. میگن ترک عادت موجب مرض است. من اصلا هر جور حرف میزنم یه مدل معلمی هم از خیلی هم بده. بعضی وقتا آدمایی که اونجا نشستن من بیشتر چیز بلدم، ولی من بهشون درس میدم، عادت کردم به این موضوع. بنابراین فکر کردم این رو امروز اینطوری ببینیم که یه بالاخره یه فایده آموزشی هم داشته باشه، به خصوص که امروز آقای کاشفی هم توضیح داد که کلاساتون هم شما تعطیل کردین که بیان این لکچرها رو ببینید، در نتیجه باید یه فایده بالاخره آموزشی هم داشته باشه. این یه مطلب دیگه این که یک کمی شاید چیزایی که ببینید من وقتی به این اعتقاد دارم، من فکر کنم وقتی من معلم یه جایی باشم، به خصوص به عنوان هیئت علمی جایینات، یه مسئولیت اجتماعی بیشتری به عهدم هست به عنوان معلم یه جای رسمی. ولی الان که اینجا نشستم دیگه خیالم راحت تر است. چه بخواید دیگه معلم نیستم، معلم اینجا نیستم، معلم این جامعه هستم. میدونید دیگه من 2 ساله که بعد از شاید 30 خورده سال، من اولین باری که درس دادم 21 سالم بود. بی وقفه از 21 سالگی تا 2 سال پیش درس دادم، بی وقفه، یعنی 1 ماه هم نبوده که من درس نداشته باشم جایی، حالا به هر شکلی. اون موقع تصمیم گرفتم دیگه این کارو نکنم. دلیلش هم برای خودم حالا واضح، راجبش لازم باشه صحبت میکنیم. ولی یکی از نکته ها این است که
الان من میتونم یک کمی راحت‌تر و بدون اینکه نگران این باشم که شما ممکنه، اصلا منظورم این است که من اون آدمیم که از بیرون ممکنه بیام یه چیزایی بگم که شما بگید که نه این حرفا که درست نیست و مثلا مدرسه یه جور دیگه میگفتن و تعریفای چیزای دیگه است و اصلا دلیلش همینه راستش. یعنی من اینا رو بگم که شما بگید نه اینجوری نیست و خیلی هم جالبه و برید راجعش حرف بزنید و سوال کنید و یخه من رو بگیرید بعدن و هر کاری که دلتون میخواد. بنابراین یک کمی میخوام بگم که حرفای من اونقدر مدرسه‌ای به معنی متعارفش نیست. یک، دو اینکه خیلی هم آموزشی به اون معنی نیست که حالا پوستر چجوری درست کنیم یا نمیدونم میستندری چجوری طراحی کنیم یا ساختمان چجوری طراحی کنیم نیست. راجع به موضوعات کلی‌تریه که دغدغه و پروژه اصلیه منه راستش. پروژه فکری منه که تقریبا میتونم بگم که حدود 30 ساله که با من هست. همیشه بهش فکر کردم، گاهی وقتا اصلا موفق نبودم، اصلا نمی‌دونستم موضوع چیه، فقط سوال داشتم. بعضی وقتا فکر کردم یه چیزی فهمیدم، بعداً متوجه شدم نه بازم اشتباه می‌کردم، یه کارایی بر اساس اون ایده هام کردم. بعضی وقتا موفق بود از نظر خودم، بعضی وقتا بعدها فهمیدم که نه منم اتفاقا اشتباه کردم و همین. حالا میخوام راجع به این پروژه و کانسپتش با شما صحبت کنم. من میخونم وقتتون نگیرم. اینم یه در واقع یه مجموعه یه کتابی من دارم می‌نویسم راجع به در واقع مجموعه تجربیاتی که تو این سالات تو دیزاین به طور کلی داشتم، حالا چه گرافیک دیزاین، حالا اینتریور دیزاین و آبجکت و کار دیگه کردم و البته بخشایش هم راجع به هنر تجسمی به طور کلی، چون بالاخره من نقاشی نام کردم. یه بخشی از این کتاب امروز آوردم براتون بخونم. دو تا فکر کنم بخششو بخونم که به درتون میخوره. اولیش اینه برای اینکه میخوام وارد موضوع بشیم، بدونیم من دارم از کجا میخوام صحبت کنم و کجا ایستادیم و اینا. ملاک ما برای ارزیابی، فهم و تشخیص یک اثر هنری و یا یک شیء طراحی شده در قیاس با مقداری مواد اولیه و رنگ و مساله هدر رفته چیست؟ از کجا مطمئن هستیم که آنچه در نظر ما خوب، مطلوب، زیبا، کارآمد و حتی محرک عواطف ماست از پیش‌فرض‌های ما و لایه‌های گوناگون اطلاعات منتخب که در ذهن ما جای داده شده است نمی‌آیند؟ از مد، رسانه‌های گوناگون، تاییدات رسمی و غیر رسمی، انتخاب‌های قبلیمان مثل جشنواره‌ها، مسابقات و مجموعه‌ها و البته آنچه در مدارس آموخته‌ایم. به عبارت دیگر هنگام مواجهه با اثر هنری همه جا در این متن دیزاین را برابر با اثر هنری می‌گیرم. تنها زمانی راضی و خوشنود می‌شویم که آنچه می‌بینیم و ذهنمان درک می‌کند با داشته‌های قبلیمان مطابقت داشته باشد و یا در یک روند انتزاعی ذهنی آنها را مطابقت دهد. شاید با این چند سوال موضوع کمی روشن‌تر شود. آیا در عالم هنر اثر هنری متوسط وجود دارد؟ و اگر پاسخ ما مثبت است، مقدار این هنر را از کجا درک می‌کنیم؟ اساساً فرق میان مقداری رنگ، چوب، پارچه، فلز و غیره با یک اثر هنری در چیست؟ گمان می‌کنم 11 یا 12 ساله بودم که اولین بار این سوال برایم پیش آمد که ما از کجا مطمئن هستیم که وقتی میوه فروش سنگ 1 کیلویی را روی ترازو می‌گذارد دقیقاً این وزن 1 کیلوگرم است. مخصوصاً که این وزنه‌ها معمولاً خوب ریختگی نشده بودند و به روشنی میشد فهمید که بعضی از آنها حفره‌هایی دارند که آن دیگری ندارند، پس قطعاً نمیتوانستند وزن یکسان داشته باشند ولو چند گرم. این سوال برایم باقی ماند و به یک موضوع مهم تبدیل شد. حتماً باور نخواهید کرد که تقریباً هیچ کس جواب قانع کننده‌ای برای سوال من نداشت که اساساً ما از کجا می‌دانیم 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم است. تا اینکه نهایتاً یه دانشجوی فیزیک برایم توضیح داد که این توضیحش میدونید چیه دیگه؟ این 1 کیلوگرمه که توی حومه پاریس یه جایی تو خلأ نگرش می‌دارن. اگه در این باز شه و این اکسید بشه دیگه هیچ کس رو کره زمین نمیدونه 1 کیلوگرم چقدره.
اینو اونجا نگه میدارن و همه میرن، همه 1 کیلوگرمای دنیا رو میبرن اونجا، با این اندازه میکنن، معلوم میشه 1 کیلوگرمه، بعد میبرن اینجا دیگه. این سنگایی که من میگم، نمیدونم شما یادتون یا نه، ما که بچه بودیم سنگایی بود اینجوری، دیدین دیگه عکسشو لابد، و بعد ریختگری شد و بعضیش روش گنده نوشته بود 1 کیلوگرم. خب من فکر کردم اینی که انقدر اومدن بیرون حتما از اون یکی سنگین‌تره که اینو نداره دیگه، چجوری اینا معلومه 1 کیلوگرمه؟ نیست حتما. و سوالم این بود که از کجا ما اصلا میفهمیم یه چیزی مثلا میگیم 2 کیلو 3 کیلو، از کجا؟ اینو از کجا میفهمیم؟ ولی حالا این که موضوع مهم ما نیست، ما که فیزیکدان نیستیم. توضیحشو دادم براتون. کیلوگرم رسمی که کیلوگرم نمونه اولیه بین‌المللی اسمش هست، در مرکز خلا و خارج از پاریس فرانسه ذخیره شده و به عنوان استانداردی است که در 125 سال گذشته همه کیلوگرم‌های نمونه اولیه کشورها با اون مقایسه میشه. در غیر این صورت اصلا نمیدونیم 1 کیلوگرم چقدر. نکته من اینجاست، به گمان من امروز در دنیای هنر تیت آن مرکز علمی است و مثلا آثار رودکو، اندی وارهول و سندری ریدفیلد آن 1 کیلوگرم در خلا است. ما همه آثار هنری و دیزاین را دائما با آن آثار و آن مرکز میسنجیم. یکی از اصلی ترین راه‌های توضیح ندادن و توضیح نخواستن در مورد ساخته‌ها اصطلاحاً آثار هنری در وضعیت پیراهن پادشاه در جمع روشنفکران استفاده از این جمله جادویی است: هنر موضوع و پدیده سابجکتیو است. حتما شنیدید این سابجکتیو با آن که در کتاب‌ها خواندید فرق اساسی دارد. این یکی در ترجمه کف خیابانی یعنی همینه که هست. یعنی اگر با کار من موافقید که پیداست از هنر سر در می‌آورید و آدم فریخته هستید. در غیر این صورت هنر ناگهان سابجکتیو می شود و هر کسی می تواند تلقی خودش را داشته باشد. پس حرف زیادی باقی نمی‌ماند. ابهام در ارزش‌گذاری، نقدهای شفاهی و سرپایی، امتیازدهی‌های مبتنی بر پارتی‌های شبانه و تفاهم‌های دوستانه، قراردادهای نانوشته دلیل اصلی این وضعیت غیر قابل توصیف در هنر تجسمی است و البته صرفاً به ایران هم مربوط نمی‌شود. همواره از خودم می‌پرسم حقیقتاً کشوری مثل ایران این همه استعداد در طراحی، گرافیک، نقاشی، معماری و غیره داشته که ما نمی‌دانستیم. می‌دونید که چه آمار عجیبی داریم از دانشجوهایی که تعداد دانشگاه، حالا توی اسلاید هست بهتون نشون میدم، چرا در سالها و دهه‌های گذشته چنین نبوده است و ناگهان تعداد این هنرمندان و طراحان سر به فلک کشیده است. من هرگز گمان نمی‌کنم هنر به این معنا سابجکتیو است، بخوانید بی‌در و پیکر، و از قضا شاید حتی میتوان بیش از علوم انسانی دقیق باشند. بخش مهمی از این ابهام و ناروشنی به گردن منتقدین و متفکرین در زمینه هنر است که اغلب بیش از آن که مسائل بنیادین هنر و طرح و حل آنها انگیزه اصلیشان باشد، لفاظی ادبی و خودنمایی‌های تاریخی تکنیکی هدف اصلی آنهاست. ما به نوعی از ادبیات نیاز داریم که لفاظی نیست و از صنایع ادبی برای شرح و توصیف و تحلیل آثار تجسمی استفاده نمی‌کند. کلمات نقش ادبی ندارند و تنها واسطه برای درک اثر تجسمی هستند. البته این مشکل در ایران ریشه تاریخی دارد و بحث دیگری را می‌طلبد. من علاوه بر اتهام فرمالیست بودن باید بپذیرم که ایدئالیست هم هستم. من به دنبال هنرمندی با انتخاب‌های والا و فراتر از آنچه به او تحمیل می‌شود هستم. در مقابل میانمایگی و پذیرش وضع و زیبایی شناسی موجود. خب میدونم یه ذره مثلا شاید سخته بدون اصلا من شب رجوع چی حرف میزنم یا تایید میکردم یا مثلا مخالف بودم. الان یه توضیح کوچولو میدم ولی بعدش اسلاید روشن میشه. ببینید من فکر میکنم که ما علیرغم اینکه چیزای واجبه که داشته باشیم مثل موبایل، مثل کامپیوتر، مثل AI، نمیدونم همه اینا، ولی در عین حال باید خیلی جدی به این فکر کنیم که کجا داریم زندگی میکنیم، وضعیتمون چیه، آیا باید بدو دنبال این چیزهایی که داره بهمون ارائه میشه، نمیگم تحمیل که تحمیل میشه در واقع به نظر من، ولی حالا میگیم ارائه میشه بدویم، یا اینکه یه دقیقه وایسیم فکر کنیم کجا وایسادیم، چرا اصلا اینا با ارزشن، چرا ما میگیم این خوبه اون بده، از کجا میفهمیم یه چیزی خوبه یا خوب نیست. بله میدونم که سر کلاس ها معلم ها میان به شما میگن این چیه اون چیه، یواش یواش این
سواد بصری شما شکل میگیره، اما همه اینا رو هم میشه با سوال کرد ازشون. ممکنه به همون نتیجه برسید، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، ولی نکته من این است که آیا چنین سوالایی کردین اصلا وقتی من میگم این کمپوزیشن خوبه، از کجا مطمئنید من درست میگم؟ چی باعث میشه بفهمید درست دارم میگم؟ این کمپوزیشن بر اساس کدوم مبنای زیبایی شناسی درست یا غلطه؟ چیزی که من الان تو این نوشته داشتم توضیح میدادم این است که اون چه که ما راجبش حرف میزنیم مبناش بیرون از ماست، یه جای دیگه طراحی شده، یه کسای دیگه راجبش فکر کردن، یا آدمای دیگه ای درستش کردن و ما اینا رو آموختیم طی سالها و همه چی رو با اونا میسنجیم. اون شوخی که کردم با ریدفیلد و نمیدونم مثلا نقاشی جکسون پولاک فلان، اینا منظورم این بود. حقیقت هم همینطوره راستش. نگاه کنید، غیر از این که اون آثار حالا اصلا فارغ از این که ارزش دارن یا ندارن، قیمت هایی که این آثار دارن تو دنیا باعث میشه هرگز نتونی از ذهنت پاک کنی که مثلا فلان نقاشی رودکو اینجاست و اگه ما میگیم کمپوزیشن خوب یعنی چی، رودکو باید نگاه کنیم، برای اینکه گرونترین نقاشی دنیاست، یکی از گرانترین نقاشی دنیاست. در نتیجه نمیتونیم، ذهنمون اصلا اجازه نمیده فکر کنیم چطور با سیامشق میرزا غلامرضا مقایسش کنیم ببینیم کمپوزیشن خوبیه یا نه. برای ما ممکنه معنی داشته باشه، ولی موضوع اینه که اینا از ایران ببری بیرون هم میگن اینا که مال مثلا اوکشنه و باید بفروشی تو حراجی و سرتا یه انگلیسی بزنه تو خونش باهاش عکس بگیره، احساس کنه مثلا به شرق هم یک، مثلا به ایران هم یه عنایتی داشته. بنابراین کل حرفی که من میخوام بزنم راستش امروز سعی میکنم راجبش حرف بزنم، در عین حال که دوباره تاکید میکنم و حالا تو حرفم سعی میکنم بگم. بعد منم بگید راستش چقدر صحبت کردم که زیاد بتونم وقتمو، شما لطف کن به من بگو چقدر صحبت کردم. مرسی. چون میخوام وقت برای پرسش پاسخ بمونه تا اونجا که ممکنه. در عین حال که میگم اینا لوازم زندگی امروزه و هیچ کدومش نمیشه منکر شد، گرافیک دیزاین، موبایل، کامپیوتر، این اون همه اینا سر جاش است، ولی موضوع اینه که ما باید یادمون باشه که کجا ایستادیم، داریم چی کار میکنیم و چجوری میتونیم کنترل و چک بکنیم که کارهایی که داریم میکنیم و آیا خودمون داریم واقعا خلق میکنیم یا توی در واقع چی میگن توی انگار که توی کره شیشه‌ای هستیم و دائم توش داریم میچرخیم و خیال میکنیم داریم وجود دیگه ای رو میبینیم، در صورتی که دائم اون توییم. این تصوری است که راستش من از اوضاع تجسمی جهان و امروز دارم. اشکالی نداره ها، براتون توضیح میدم چیه، نمیخوام بگم چیز بدی اصلا، نمیتونم بگم، من خودم محصول یکی از همینا هم، در واقع تون رد میشم اینا رو. خیلی ببینید این یه عکس دیگه من داشتم متصور پیدا نکردم، خیلی از این جذاب‌تره. عکس یه پسر چوپونه که تو کوههای لالی توی جنوب توی منطقه بختیاری داره گوسفند میچرونه، رو تیشرتش نوشته متالیکا. من با این پسر حرف زدم، بهش گفتم میدونی چی نوشته رو تیشرتت؟ گفت اصلا نمیتونست بخونه طبیعتا. گفتم چرا اینو پوشیدی؟ اینا گفت باحاله دیگه، خوشگله مثلا فلان اینا. گفتم از کجا میدونی باحاله؟ یعنی از کجا فهمیدی باحاله؟ گفت چه میدونم، با داداشم رفته بودیم مثلا بازار دیدیم اینا یه آوازون کردم، من از این خوشم اومد اینو پوشیدم. این آقا کارش رنگرزی فرش سنتی ایرانیه، یعنی روشی که خیلی کم دیگه الان وجود داره، بیشتر دارن ماشینی این کار میکنن. این آقا خودش البته صاحب اونجا نیست که کارگر اونجاست، ولی خیلی کارگر حرفه‌ایه. بعد من یهو دیدم اتفاقا رو تیشرتش باز یه برند خیلی دست پنجم ششم مثلا کجایی پیرهن پوشیده باشه. گفتم این تیشرت رو خوشتون میاد پوشیدین؟ نه گفت که نه تو خونه بود مثلا. نبود از کجا آورد؟ گفت پسرم خریده بود دیگه نمیپوشه، من برداشتم پوشیدم اومدم سرکار. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که قدرت سیاسی و فرهنگی تا کجاها ممکنه تو یک فرهنگ دیگه نفوذ کنه بدون اینکه شما بدونید اصلا. میدونید؟ یعنی تو کوههای لالی تو مسجد سلیمان چرا باید یه نفر متالیکا بپوشه و چرا از خودمون نمیپرسیم مثلا تو کوههای برمه چرا یکی تیشرت مثلا شجریان تنش نیست؟ نه؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما متوجه نیستیم که چقدر
وقتی یه امپراتوری فرهنگی در واقع دیگه نگاه کنیم، ما از صبح که بلند میشیم از خواب، اینستاگرام، موسیقیایی که گوش میکنیم، فیلمایی که داریم میبینیم، همه چیزایی که داره تولید میشه تحت سیطره یه جور فکر به خصوصیه که ما درستش نکردیم راستش. این حرفا رو من قبول ندارم ما بخشی از فرهنگ جهانی هستیم و اینا واقعا شوخیه. در حد اینه که خیلی خوب با هم خیلی دعوا نداریم، منم قبول دارم باشه نداریم، ولی موضوع اینه که ما نقش جدی نداریم تو تولید این فرهنگ تصویری. حالا راجع به تصویریش حرف میزنیم، بخشی که به ما ربط داره. سوال من در واقع اینجا این است که آیا متوجه هستیم که داره این اتفاقا میفته برامون؟ من یادمه که وقتی من دانشجو بودم که هیچی، وقتی درس میدادم اینطوری بود. من یادم اولین روزی که من دانشگاه زیبا و به بچه‌ها همینجوری فقط خواستم داره چی میگذره بهشون گفتم یه پوستر اتود کنید و طراحی کنید. 85% بچه‌ها تو کلاس تایتلای پوستراشون انگلیسی بود. بعد اولا من اصلا سورپرایز شدم، بعد میگن که شما انگلیسی بلدید به بچه‌ها؟ گفتم نه. تو خونه انگلیسی حرف میزنین؟ نه. فیلم انگلیسی میبینین؟ کتاب انگلیسی میخورید؟ نه. میگم خب پس چرا پوستراتون تایتلش انگلیسیه؟ تو خوشگل‌تره. بعدم تا حالا فکر نکرده بودیم فارسی کنیم یا انگلیسی بکنیم. یکی کسی هم قبلا اعتراض نکرده بود که چرا انگلیسی یا فارسیه. میدونی این میخوام بگم اون عادتی است که ما داریم. البته که خیلی خوشحالم که الان اینجوری نیست، عوض شده، خیلی واضحه همه چی، اصلا این اتفاق دیگه نمیفته. لااقل 20 ساله که بیشتر از 20 ساله که تمام طراحای ایرانی متوجه هستن که خط فارسی تکلیفش چیه، کجا استفاده کنیم کجا نکنیم، اینا هست. ولی واقعا همین 20 سال پیش وضعیت ما یه همچین چیزی بود. یعنی شما به تاریخ گرافیک ایران هم که نگاه کنید، با تمام ارزش‌های فوق‌العاده‌ای که طراحی گرافیک ایران و سابقه‌اش و تاریخش داره، وقتی به این بخش دقت می‌کنید می‌بینید که چقدر ما زیر مجموعه زیبایی شناسی، من بهش میگم آنگلو امریکن مثلا، ولی حالا هر چیزی میتونیم اسمش بزنیم، برای غیر ایرانی است. بازم نه اشکال، نه تنها اشکال نداره، بلکه همیشه من اینو میگم یادتون باشه، اگر فرض کنیم که اونا اونجور کارا امروز ما میتونیم بهش نقد بکنیم، برای اینکه یه سری آدم دیگه انجام دادن، ما این شانس رو آوردیم که دیگه اون کارا رو نکنیم، بتونیم این حرفا رو بزنیم، یعنی بریم جلو اگر اسمش جلو رفتن باشه. من خیلی داره طول میکشه. موضوع از این قراره که میدونید دیگه بحث سنت و مدرنیته دست کم 200 ساله تو ایران موضوع بحث هم هست. از حالا فیلسوفای ایرانی بگیر تا فقط هم به ایران ربط نداره که مجموعه کشورهایی که شبیه ما هستن، پاکستان، هند، چین، حتی ژاپن تا 30-40 سال پیش موضوع اصلیشون همین بوده. خیلی جالبه اگه توی اینترنت سرچ کنید کلمه، من همین کارو کردم، سرچ کنید سنت و مدرنیته، ببینید چقدر کنفرانس و سخنرانی و کتاب و مقاله و اینا میاد، ولی ما هنوز تکلیفمون با این موضوع روشن نیست. یعنی نمیدونیم بالاخره باید چیکار کنیم، به خصوص ما که میخوایم حالا کار بکنیم. احیانا چنین موضوعی هم ممکنه موضوع ذهنیمون باشه، حالا باید چیکار بکنیم. این تصویر رو نمیدونم شما احتمالاً دیگه یادتون نمیاد، من که درس میخوندم، یعنی مثلا چه میدونم 30 خورده سال پیش دانشجو بودم، این تصویر اینجوری بود. یعنی اگه ما می‌خواستیم مینیاتور یاد بگیریم، یکی از چیزایی که یاد می‌گرفتیم این بود که در هر نقاشی مینیاتوری یک حلقه اسپیرال وجود داره که این حلقه فوق‌العاده چیز عجیب غریب و مثلا ماجیکالیه. از مثلا وسط یک کاری شروع میشه، به دستای اون میره، بعد به شال این یکی و به نوک کوه و من فلان اینا. من هم موقع فکر می‌کردم این اسپیراله رو یه ذره جمع‌تر یا کشیده‌تر کنی به هزار جای دیگه میخوره. خب چجوری ما میفهمیم که اینا باید اینجوری به هم بخورن که معنی داشته باشه؟ ولی خب حالا آدم میگفت موقع که نمیشه بگی جرأت کنی هم چیزی بگی به معلمی که داره درس میده اینا رو. بعد 5-6 سال بعدش وقتی که فارغ التحصیل تموم شد، یک نفر اومد گفت آقا اینا تخیلات یک ذهن بیمار یک اورینتالیستی بوده که واسه خودش نشسته اینا رو کشیده، دیگه هم هیچ موضوعیت نداره تو نقاشی ایرانی، اصلا هم چیزی وجود نداره. ولی من اینا رو خوندم، امتحان دادم، یعنی برای اینکه قبول شم بعد اینا رو میگفتم.
میخوام بگم ببینید این باز حالا نکته بعدیم همین بود، میخواستم راجع به این بگم. میدونید یعنی هر جامعه دیگه توی در واقع پیش از رنسانس، به خصوص پیش از رنسانس، این چیزا تو نقاشیایی که میخواستن یه شکل علمی تر پیدا کنن، برای اینکه تو اروپا خیلی این بحث مهمی بود همیشه که نقاشی رو یه جوری توجیه بکنن که از صرف یه فقط لذت عادی بیاد بیرون، یعنی پیچیدگی‌های عجیب غریبی توش داشت که به خصوص با جادوگری و نمیدونم ماجیک و این حرفا خیلی ارتباط داشت. در نتیجه اونجا ممکنه معنی داشته باشه که داشته، ولی این رو یه نفر و دو منطبق کرده به زور به نقاشی ایرانی و ما هم می‌خوندیم و باید می‌خوندیم، کارش نمی‌شد کرد. چیزی که می‌خواستم بگم اینه که مهمترین به نظر من مانعی که باعث میشه ما ارتباطمون با اون چه که میگیم هنر ایرانی قطع بشه، اتفاق برقضا اورینتالیزمه. یعنی همین چیزهایی که خیلی سالا برای ما ارزش بوده، مثل اینکه وارد مسجد میشیم میگیم وای چقدر این فضا عرفانیه. این فضا قبل از اینکه عرفانی باشه معماری فنی پیچیده است. میدونید هیچ کس اینجوری نمیبینه متاسفانه دیگه. هیچ کدوم از ما، منی که دارم این حرفو میزنم، وقتی میرم تو مسجد مثلا شیخ لطف الله میگم واو رنگا رو ببین چقدر، اصلا یادم میره که این یک اثر معماری بسیار پیچیده، فنی و تکنیکاله و سخت اینو درست کردن. یعنی یه آدمی باید خیلی کار بلد باشه که بتونه اینو درست کنه. ربطی نداره به اینکه عرفانیه نیست. این حرف راستش از این اورینتالیستا در اومده. من خواهش میکنم بچه‌هایی که علاقه دارن به این موضوع اسما رو یادداشت کنن، راجبش بخونید و ببینید بعضیاش چقدر خنده داره. الان خنده داره، اون موقعی که اینا آدمای مهمی بودن، البته بعد آدمای واقعا بزرگی هم فکر نکنید حالا مثلا همه اینا آدمای واقعا رنگنون دو سه تا کتاب خیلی مهم داره در فلسفه و اصولا شناخت مثلا عرفان هندی. فریدهوف شوبان همینطور، هم راجع به اسلام نوشته، هم تیتوس بورکارت آدم بسیار مهمیه. همه اینا آدمای مهمی هستند، کتابای خیلی جالبی هم دارن، ولی وقتی بخونید متوجه میشید ما چرا وقتی مثلا یه سیامش میگیم اوه این آدم چقدر آدم پاکی بوده اینا رو نوشته، و اصلا یادمون میره که این یک کار تجسمی بسیار پیچیده است که مداومت میخواد، مثل هر کار دیگه باید بشینید ساعتها تمرین کنید، خط یاد بگیرید و ارزش کاملا مستقل داره، فارغ از اینکه یارو نوشت اونی که نوشتتش عارفه یا نیست. اصلا این بحث مهمی نیست راستش. حرف من این است که هیچ کدوم از اینا ارزش افزوده به این آثار نمیدن. اینکه یه عارف اینو ساخته یا یه نمیدونم لات چاقوکش مثلا ارزش اثر تغییری نمیده راستش. این خیلی موضوع مهمی که متاسفانه از طریق اورینتالیسم به ما منتقل شده، اورینتالیسم، و ما عادت کردیم به همه اینا. همه ما هنوز هم وقتی با یک کار ایرانی روبرو میشیم اولین چیزایی که راجع به حرف میزنیم این نکته است، به جای اینکه چیزای فنیشو ببینیم، به جای اینکه اصلا ببینیم این چرا دفرماسیونش این ریختیه، چرا رنگاش اینجوریه، چرا، یعنی میدونید هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم. این چیز بدیه میخوام بگم، چیز بدی نیست، یه فکت میخوام بگم، ولی اتفاقا به نظر من موتیویشن یه چیزیه که خیلی به نظر اتفاقا باید شما جدی بگیریدش. خیلی مهمی راستش. نگاه کنید، من رفتم سرچ کردم، حدود 10,000 تا مدرسه هنری تو دنیا وجود داره که فرض کنیم 5 تا رشته دارن، حالا بیشتر دارن دیگه بعضیشون، ولی متوسط من فرض کردم هر رشته 20 تا دانشجو اگه داشته باشه، باز متوسط، و هر سال یعنی 4 سال فرض کنیم باز دوره لیسانسو 1,000,000 نفر و در واقع 4 میلیون تا دانشجوی. خیلی رقم پایینیه که دارم میگم، خیلی کوتاه اومدم و سعی کردم معمولی. 4 میلیون نفر در سال ما فارغ التحصیل رشته‌های مختلف هنری داریم. حالا سوال من اینه که به ازای این 4 میلیون نفر در سال چند تا آرتیست ما داریم که صاحب ایده، سبک و اوریجینالیتی هستن؟ میدونید چقدر کار سختیه. من یه جای دیگه هم گفتم مردم تقریبا اشتباه فهمیدن حرف من، فکر کردن من میگم آدم مثلا دانشجو هیچ کدومشون هوش ندارن یا بی سوادن یا فلان. من دارم میگم
خیلی خیلی کار سختی داریم میکنیم و هممون ممکنه همین وضعیت برامون باشه. مثلا معنیش این نیست که حالا من خیلی خوبم مثلا شما نیستین، منم یکی از همینام، این چیز عجیبی نیست اصلا. ولی حرفم این است که در مقایسه با این رقمه ببینید که یعنی خیلی راحت آدم میتونه بگه که اگر من تا 24-5 سالگی تا 26-7 سالگی کارهای اساسی خودمو تو رشته خودم انجام ندم، خیلی شانسم میاد پایین که بتونم کار مهمی انجام بدم دیگه. دارم میگم واقعا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید، حتما خیلی دارید انرژی میذارید، ولی خیلی بیشتر از اون که فکر میکنید رقیب تو دنیا وجود داره واسه پوزیشن شما. و این رقیبان بخش عمده‌ایشون دارن تو همون کانتکستی که الان توضیح دادم کار میکنن. شانس ما اقلن از این جهت بالاست که ما بتونیم یه چیز دیگری رو که متعلق به خودمونه و یک زبان جدیدی توش ممکنه وجود داشته باشه، این رو بریم سراغش که بتونیم یونیک باشیم، مال خودمون باشیم، با اونا قاطی نشیم، تکراری نباشیم. برای قصدم این بود. یه نکته، یه فکت بد دیگه که باز میخوام بگم راستش اینه که میدونین این چیه؟ میدونین که یعنی اینا هیچ کس خدا وکیلی جدی جانم بله خب شما میدونید بچه ها رو میخواستم ازم که میدونه این روبرت برسونه، اینم آندری تارکوفسکیه. ببین یه فکت عجیبه بهتون بگم، من تقریبا هر روز به این فکر میکنم، باور کنید. سال 1984 جشنواره فیلم کن نتونست تصمیم بگیره که جایزه اول رو بده به روبرت برسون یا به تارکوفسکی، بنابراین مشترکاً به جفتشون دادن. الان برید ببینید جشنواره کن جایزه اولش رو به کی داره میده. میدونید میخوام بگم ببینید تو چه افول هنری داریم زندگی میکنیم. میدونید از اون سال تا الان چند تا تارکوفسکی درست شده، برسون درست، حتی جالبه برای من تارکوفسکی رو امیدوارم حالا از رو خجالت نگفتید میشناسیدش. تارکوفسکی اگه نشناسیم خیلی عجیبه راستش، دانش هنر. حالا برسون میگیم یه ذره تخصصی و فرانسوی و کمتر ما دیدیمش این حرفای. تارکوفسکی اصلا پر نقاشی کاراش پر از، حالا برای توصیه میکنم ببینید لطفاً کارهای تارکوفسکی. میخوام بگم تو تمام رشته‌هایی که ما داریم الان کار میکنیم یا باهاشون روبرو هستیم همین وضعیت وجود داره راستش. یعنی موسیقی همینقدر، ببینید الان مقایسه کنید شما که همتون موسیقی گوش کنه حرفه‌ایت، میدونم مثلا موسیقی پاپ امریکا 60 سال پیشو با الان مقایسه کنید، لیریکسشو مقایسه کنید، موسیقیاشون ببینید یارو نوازنده‌های حرفه‌ای و موسیقی بلدن همشون، به جای اینکه بیان یه ریتمی رو روشن کنن و بالا پایین بپرن و سر صدا خودشون در بیارن، میلیون‌ها دلار بفروشن و ادامه بدن به رفتارشون. این بدبخت‌ها همشون موسیقیدان بودن، تک تکشون. شما هم یادتون الان هست ویدیوهاش، مثلا خیلی از اینایی که به هوی متال معروفن که اون موقع مثلا همه فکر می‌کردن اینا وحشیان، و خیلی از موسیقیدان‌های درجه یک دنیا که کار کلاسیک می‌کردن رفتن با اینا کار ساختن با هم، انقدر که اینا شعور و سواد موسیقی دارن. مثلا فکر کنید که الان یه نفر مثلا مکس ریختر بره با بیانسه مثلا یه کنسرت بذارن با هم دیگه، فکرشو بود اصلا از مخیله آدم هم نمیگذره، انقدر که اون بی سواد و در موسیقی همه چی. anyway میخواستم بگم که اینم یه موضوع بود گفتم. یه ذره باید چقدر حرف زدم ببخشید؟ 50 دقیقه حرف زدم. بابا چقدر حرف زدم ببخشید. خب ببینید من خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، تونتا میگم که برسیم اینا، خیلی میخوام بغلا به یه جایش برسیم. ببینید من انگلیسی زبان‌ها یه کلمه به اسم گلوبال دارن که میگن آقا اینا گلوبال، منظورشون همون جهانی ها، ولی یه نکات ظریفی توش هست. گلوبال یعنی یه انگار مثل یه ظرفی که همه چی ریختی توش، مثلا نارنجی و آب رنگ، حالا مثلا بزنم برامون ملموس تره، ریختیم توش، هم میزنیم یه خاکستری چرک بی محتوایی میشه، اینو بهش میگن گلوبال. خب یعنی دنیایی که همه چی توش هست و قاطی با هم دیگه، مرز مشخصی نداریم که این کیه اون کیه. در مقابلش ما نیتیو داریم، چیزو داریم دیگه، آدمایی که متعلق به یه سرزمین یا یه فرهنگن. خب نقطه مقابل گلوبال در واقع اینترنشناله.
این معلومه بالاخره آدم باید با کشورهای دیگه، با فرهنگ‌های دیگه ارتباط داشته باشه. من از این حرف نمیزنم که نباید ما، ولی موضوعیه که اینترنشنال از همونجور که از کلمش میفهمید، منم سعی کردم تفکیک کنم که ببینید، یعنی مواجهه دو تا نشنالیتی برابر با هم دیگه، به جای اینکه اینا رو قاطی کنیم هم بزنیم. میدونید این اتفاقی است که داره تو دنیای امروز میفته. اون اتفاق اولیه بیشتر داره میفته، دومیه اون چیزی است که به نظر من درست‌تره و باید پایدار بمونه و ما باید برای این تلاش کنیم، به خصوص با وضعیتی که ما توشیم. ما بخشی از فرهنگ گلوبال نمیدونم آنگلو آمریکن نیستیم، داریم مصرفش میکنیم ولی بخشی از اون فرهنگ نیستیم. بنابراین ترجیح من اینه که اینترنشنال با آدم‌ها روبرو بشن به جای اینکه گلوبال باشن. این یه نمونه است. میشناسین هوکوسای دیگه. این نقاشی مال قرن 15 اگه اشتباه نکنم. ببینید چیز جالب در مورد این نقاشی این است که به وضوح معلومه چی کشیده شده، هیچ نکته مبهمی نداره، ذره‌ای اون المان‌ها و مناسبات تجسمی که تو این تو این اثر هست و به کار رفته که اونو ژاپنی کنه، باعث نشده کسی خارج از فرهنگ ژاپنی متوجهش نشه. میدونی؟ یعنی به این وصلی است که حتما باید به یه زبونی صحبت کنیم که آقای سوئیسی هم متوجه بشه، آقای نمیدونم هندی هم متوجه بشه، اون یکم میشن. این کار هر کی ببینه میفهمه یه موج بزرگ دریاست، در عین حالم تا اونجایی که میشه ژاپنی. قصدی نداشته نقاشه بشینه صبح بگه من امروز باید یه نقاشی ژاپنی بکنم، اون به طور طبیعی داشته نقاشیشو میکرده. ولی میخوام بگم این اثر با حفظ هویت تصویریش کاملا اینترنشناله. هر آدمی با هر فرهنگی هر کجای دنیا ببینه محتوای اثر رو درک میکنه، تصویرش رو درک میکنه. بنابراین این فرض غلطیه که ما به یه زبونی احتیاج داریم که باید همه دنیا بفهمن و این زبون از قضا توی اروپای شمالی اختراع شده که ما بهش میگیم دیزاین مثلا. خب من میخوام راجع به این حرف بزنم یه ذره، در این حال که دوباره دارم میگم فکر نکنم من میگم من از صبح که پا میشم همین کارا رو میکنم تا شب، یعنی خیال نکنید من دارم میگم اینا بده یا نباید بکنیم. من فقط دارم میگم باید متوجه باشیم داریم دقیق چی کار میکنیم. چیزی که میخوام توضیح بدم از الان رد میشم اینه، نگاه کنید توی بهترین و دقیق ترین تعاریف و توصیفات رو از دیزاین به طور کلی تو تمام رشته ها طبیعتاً توی اروپای شمالی به خصوص توی کشورهای اسکاندیناوی دارن. چرا؟ برای اینکه هم تعریف‌های دقیق و عمیقی، هم مبتنی بر یعنی رفتارهای عملیه، یعنی رسما چیزهایی که راجبش حرف میزنن و انجام دادن نمیشه دید. بنابراین خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که وقتی تعریفی داریم میدیم این مبتنی بر چیز واقعی بیرون باشه. اونا این کار کردن، تعریف‌های بسیار پیچیده و جالبی دادن. ساده هاش همین است که تو شما کتابا میخونید از دیزاین و اینا. منتها ببینید این تعریف یه داستان خیلی جالبی داره. اونایی که یه کوچولو فلسفه خوندن میدونن که وضعیت فلسفه هم اینجوری. فلسفه تو یونان شکل گرفته. خب یونان باستان. فلسفه با فکر کردن فرق میکنه. فلسفه یکی از راههای فکر کردنه. فلسفه تو یونان شکل گرفته، تعریف‌های بسیار دقیق و فوق‌العاده به قول همین فیلسوفا میگن جامع‌مانع از تمام دیتیلای فلسفه به دست داده شده همون موقع تو یونان که مولای درزش نمیره. این همه سالم فلسفه ادامه پیدا کرده تا همین الان که شما میدونید و داره هنوز اتفاق میفته. دیزاین هم به نظر من همین اتفاق براش افتاده. دیزاین یه جایی بیرون از ایران تعریف شده، خیلی دقیق، خیلی عالی، تمام جزئیاتش تعریف شده، ولی در عین حال معنای کلی دیزاین رو محدود کرده به تعریفی که اونجا داده شده. یعنی ما امروز اگه بخوایم به هر چیزی فکر کنیم ناگزیریم بریم اونجایی که اونا تعریف کردن صندلی چیه، در صورتی که در واقع ما باید به نشستن فکر کنیم نه به صندلی و ببینیم ما احیانا اگه میخواستیم بشینیم چی کار باید میکردیم. ولی الان این موضوع رفته کنار، چون صندلی تو فرهنگ آنگلوساکسون چیز مهمیه، چون پشت میز میشینن غذا میخورن کارشون انجام میدن. الان موضوع طراحی ما صندلیه دیگه.
نشستن نیست. تازه یه سه ملموسه، هزاران چیز دیگه هست که اصلا تو فرهنگ ما وجود داره ولی ما براش هیچی طراحی نکردیم چون اصلا اونا ندارنش. میدونی طراحی نشده، بهش فکر نکردیم، بنابراین همچون مونده رو هوا. تو تمام بخشای دیزاین این موضوع وجود داره. حالا من از اینا میگذرم، اینا مثالایی بود از طراحی‌های گلوبال در واقع که ماها بعضی وقتا خیلی هم قش میکنیم براشون که چقدر عالیان اینا، ولی همه اینا مبتنی بر همون چیزی که گفتم، در واقع پول و این فرهنگ گسترده‌ای که با قدرت در واقع اومده زیبایی شناسی تولید کرده، جوری که ما خیال میکنیم واو این لوگوی کوکاکولا لوگوی زیباییه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. عادت کردیم ما. میدونید آگهی کارتونه دیگه، شما یه بخشی از کارش بالاخره بعضی ممکنه من دنبال کار تبلیغات، تو تبلیغات با تکرار سلیقه تولید میشه. 200 دفعه اسم یکی نشون میده، یواش یواش میگه آه خب خوبه. بگذاریم اینا رو مثال گذاشته بودم که از رد شم. اینا خیلی میدونید دیگه، ما هنوزم که الان داریم درس میخونیم و سیستم آموزشیمون نه اینجا، همه جای دنیا مبتنی تقریبا بیش از 80% مبتنی بر چیزی است که تو باهاوس پایه‌گذاری شده. یه بخشایش هم مثلا تو مدرسه بازار بستگی داره کدوم معلم میاد سر کدوم کلاسی، خود از اینجا ممکنه بگه، ولی در واقع این سیستمی که ما داریم هنوزم داریم، شما هم دارین، منم همونجا درس خوندم، من به مراتب از شما بدتر، یعنی نزدیکتر یه جوری به اون، شاید الان لوکالتره میتونم بگم، با وجود شرایطی که عوض شده لوکالتر و اینا، بالاخره یه چیزایی توش اومده. ولی موقعی که من درس خوندم واقعا تقریبا مو به مو ادای باهاش رو داشتیم در می آوردیم هممون. اینو از مدرسه با هیچ اشکالی هم نداره، باز دوباره مثل همه چیزایی که به نظر من باید تجربه می‌کردیم و انجام می‌دادیم کردیم هممون. دارم میگم که متوجه باشیم که داریم چی کار میکنیم. این هم که میدونید دیگه، عکس معروفی که رو پشت بونه با هاوس. ببینید اینا، میدونم همه اینا رو میدونید، تو دلتون نگه اینا رو که بلدیم. من دارم توجه میدم یه دور دیگه بریم فکر کنید که تو مدرسه باهاست چرا یه اتفاقی افتاده و ما الان باید چیزایی که تو ذهن اونا گذشته رو انجام بدیم دائم. چرا کمپوزیشن، من امیدوارم برسم به اینا بگم، ولی چرا مثلا وقتی ما راجع به ترکیب بندی حرف میزنیم باید رجوعمون خیلی با سلسله مراتب برگرده به چیزی که تو مدرسه باهاوس کمپوزیشن خوب تلقی میشده و هنوز هم همینجوریه. مگه بچه‌هایی که ترم یکم همیشه این شوخی رو می‌کنم، میگم سر که دیدی یه نقطه و مربع و بذارید و 9 تا 10 تا از این حرفا دیگه. و مثلا بعضی وقتا یکی چیز طراحی میکنه، مثلا بالای کارا مثلا سنگین‌تره یا با اصطلاحی که مثلا نفهم یعنی چی، پایینش خالی. میگم از بچه‌ها میخوام بگن که این کار خوبه یا بده، مثلا یه 20 نفر از 20 نفر 8 تا 9 تاشون میگن این کمپوزیشن خوبه چون بالاش سنگین‌تره. میگم مثلا چی میشه بالاش سنگین‌تر؟ میفته پوست از دیوار چون سنگین‌تره، یا مثلا کج میشه، یا اصلا هیچ توضیحی وجود نداره. فقط یاد گرفتن که بالانس باید درست کرد، چون تو مدرسه باهاوس میگفتن که 2 تا نقطه اینجا میذاری، یه دونه بزرگ بذار اینجا، این 2 تا هم دیگه رو بالانس میکنن، این یه جور کمپوزیشنه که بالانس میشه. ولی هیچ کس به ما نگفته که تو شرق دور کمپوزیشن‌های پرخالی داریم، 80% کاغذ خالیه و تو فقط یه گوشه‌اش یه چیز کوچولو میکشی، یه کمپوزیشن دیگه است، اصلا از یه سیستم دیگه داره میاد. ولی اینا هیچ کدوم تو مدرسه های ما به عنوان بنیاد فهم ترکیب بندی درس داده نمیشه، همونطور که مینیاتور هم درس داده نمیشه. ما نگاه میکنیم ولی هیچ کدومش مثل ترکیب بندی تو مبانی. یک کسی به ما نمیگه مثلا بیا یه کمپوزیشن هایکو درست کن، مثلا نمیکنه هیچ وقت این کارو. بگذاریم اینا دیگه میشناسیم دیگه. من اینا رو گذاشته بودم فقط بگم که یک اسلاید خیلی این خیلی چیز جالبیه. من این مثلا 1 سال پیش داشتم راجع به این چیزا سرچ می‌کردم، خواستم ایمیج‌ها با مزه پیدا کنم از باهاوس. این مقاله است که همون پارسال تقریبا نوشته شده. تیتر مقاله میگه که مدرسه باهاوس تکلیف تصویر رو تا 100 سال آینده تو جهان روشن کرده.
و متن مقالم همینه و خیلی به نظرم کاملا درست میگه. اون چه که ما به عنوان میز میشناسیم، صندلی، دیوار، کمد، قفسه، نمیدونم گرافیک دیزاین، حروف، طراحی حروف، میدونید اینی که رد شدم از روش، این دیفالت همه کامپیوترهاست که میخرید. میدونید این تو مدرسه باهاست طراحی شده. این فونت رو همه چه پی سی چه اپل به محض که باز کنید جزء دیفالت فونتاتونه، برای اینکه به عنوان بیس فونت کاملا دیگه پذیرفته شده، کسی نمیتونه بگه بالاشش ابروه. بنابراین میخواستم فقط اینا رو تون بهتون بگم. اینا همه مال مدرسه باهاسه، اینا آبجکتایی که تو مدرسه باهاس طراحی شده که بعضیش خیلی خیلی فوق العاده است. میدونید موفقیت باهاس بیشتر از هر چیزی به خاطر اینه که فوق العاده متمرکز و فکر شده رفتار کردن. این پیشنهادی است که من دارم. وقتی اون اول میگفتم پروژه های شخصیمون چیه، منظورم این بود که ما میخوایم رو چی تمرکز کنیم، چی کار انجام بدیم، از کجا به کجا برسونیم یه ایده ای رو. مثلا این کاریست که به معنی دقیق کلمه تو باهاس انجام شده. برای همینه که انقدر تاثیرگذار بوده، نه تنها تو خود اروپا بلکه تقریبا همه جای دنیا. در مقابلش دارم فقط برای اینکه اشاره بدم و ببینید فرقش رو تو ذهنتون متوجه شید، اینا هم از نظر من به همون دقت دیزاینن، با همون میزان ارزش راستش، ولی متاسفانه تو جهانی که ما زندگی میکنیم اینا توی حراجی ها خرید و فروش میشه، نه تو موزه ها یا توی جاهایی که به عنوان آرت دست اول ممکنه داد و ستد بشه یا راجبش حرف زده بشه. مثلا من از اینا میگذارم، اینا رو بلدید دیگه، من اینا رو بی خودی گذاشتم. اینا راجع به گرافیک و تایپوگرافی اینا معلم‌ها همه گفتن و میدونید. من اینا رد میکنم برای اینکه فقط یه موضوع دیگه میخواستم بگم، بعدش بریم دیگه بیشتر از این حرف نزنم. میدونید اینم یکی از اون خبرهای بد راستش. میدونید خیلی چیز جالبه. نگاه کنید، اگر من یا شما مثلا یه لکچر داشته باشید فردا صبح توی کوالالامپور، خب، و شما دعوت باشین، یه چینی دعوت باشه، یه انگلیسی هم دعوت باشه. انگلیسی تا ساعت مثلا 12 اگر لکچر داره تا ساعت 11 میتونه به هیچی فکر نکنه، بخوابه، 11 بلند شه بیاد لپتاپشو باز کنه شروع کنه انگلیسی حرف بزنه. انتظارش اینه که همه بفهمن چی داره میگه. نه، ما باید اول مطمئن بشیم انگلیسی بلدیم بنز کافی. اگه بلد نیستیم متنمون رو ترجمه کنیم درست حسابی که از روش بتونیم بخونیم، یا دوبارم تمرین کنیم، استراب بگیریم که کلمه ها رو بد نگیم، آبرون میره، نمیدونم فلانه. تازه همه اینا رو که بگیم باید شروع کنیم بگیم در ایران یه چیزایی هست، مثلا سوفالایی هست روش اینجوری می‌نویسن، اونجوری می‌نویسن. اون انگلیسی میگه رودچنکو رو که میشناسید این کارا رو بر اساس اون کردم، اون یکی رو که میشناسید اینا بر اساس اونه. مثلا میدونید، یعنی فرض اون اینه که تاریخش تاریخ بیسیک دنیاست، همه باید بلد باشن. من دارم راجع به این حرف میزنم، ولی یه چینی باید بیاد اول راجع به فرهنگش صحبت کنه، دیتیلاشو بگه از کجا آورده اینا رو، که اون آقایون که اونجا نشستن از سوئیس و نمیدونم هلند و دانمارک و نروژ و آمریکا بفهمن که چه بامزه، این مثلا به مهرای چینی ربط داره این کارا که کرده، یا این یکی به نقاشی‌های نمیدونم یا ماسکای مثلا فلان ربط داره. اینطوریه. کیبورد دو زبونه در واقع یه همچین چیزیه. میدونید یک انگلیسی هیچ تصوری نداره کیبورد دو زبونه یعنی چی. اصلا تو عمرش تا حالا این کار نکرده. صبح که پا میشه کامپیوترش رو روشن میکنه، شروع میکنه هر کاری دلش میخواد میکنه، تایپ میکنه. ما میدونید چند سال خودمون رو ادپت کردیم و چه فجایعی رو پشت سر گذاشتیم سر اینکه فقط بتونیم فارسی تمیز بنویسیم. الان شما نمیدونید من راجع به چی حرف میزنم، ولی موقعی که کامپیوتر وارد ایران شده بود، یکی از فجایع اصلا نشر این بود که چجوری کتاب مرتب فارسی تولید کنیم یا مجله مثلا طراحی کنیم. دیگه از دست و بیل و نمیدونم کلنگ و اینا بگیر تا چسب و قیچی و نه فلان. حالا بعد الان یه ذره مرتب‌تر شده که یعنی که ما ادیت کردیم خودمون رو که به حروف انگلیسی نزدیکتر بشیم. حالا دیگه میتونیم انجام بدیم، چون تقریبا
پدر خط فارسی رو در بردیم تا اونجایی که میشد، کردیم شبیه انگلیسی که حالا دیگه میتونیم مجله در بیاریم. حالا این اواخر مثلا یه اتفاقاتی داره میفته. خب من دیگه راستش اینا رو ببینید، فقط میخواستم این که اصلا هیچ معلوم نیست. خب من فکر کنم چقدر حرف زدم دیگه، بنزین کافی صحبت کردم فکر کنم. اگه لازم شد حالا رو تصویرها برمیگردم. ببخشید بچه‌ها، من خیلی برام جالب نبود کارامو بیارم امروز نشون شما بدم. اگه انتظارتون این بوده که بیان کارم منو ببینین، خیلی عذرخواهی میکنم. البته این PDF 500 تا اسلاید داره، از مثلا چه میدونم 20 تا اونورترش کارهایی که انجام دادم با فکتاش و اینا گذاشتم. اگه حالا لازم شد حتی میتونم اینو بدم به بچهای گروه، یه وقت ممکنه باید دوستان تو کلاس نگاه کنید، میتونه بعداً نگاه کنید. من ترجیحم این بود که امروز راجع به این چیزا حرف بزنیم. به نظرم اینا خیلی واجب‌تر از این است که مثلا کارهای منو نگاه کنید، حالا خوب بد یا فلان، اونا رو میتونید بعداً هر جوری که میخواین راجعش صحبت کنید. الان اگه موافقید من فکر میکنم که اگه راجع به چیزهایی که حرف زدم سوال دارید یا هر چیز دیگه‌ای که قبلا تو ذهنتون بوده راجع به کار من یا نحوه فکر کردن من یا چیزهای دیگه‌ای که بگم مهمه، سوالی دارید، من ترجیحم این است که با هم دیگه ذره گپ و گفت کنیم.